روز از اسرائیل پرسیدند تا حالا وقت جان کسی را گرفتی گریه نکردی؟ جوابش عجیب بود. جوابش 3 کلمه داشت که همه را ساکت کرد. یک بار خندیدم، یک بار گریه کردم، یک بار ترسیدم. اسرائیل گفت خندم وقتی بود رفتم جان مرد را بگیرم که او را کنار بوددوزی دیدم و بوددوز می گفت بودهایش را طور بدوزد که 1 سال دوام بیاورد. با حالش خندیدم و جانش را گرفتم. فکرش را بکن، مردی که نگران 1 سال بودهایش بود برای راحتی پاهاش برنامه ریزی میکرد و دنیا همچنین چیز برای اوست. اسرائیل با آن نگرانی کوچک خندید و جان رفت. اما داستان گریه اسرائیل چیز دیگر است. او گفت با او گفتند جان زن را بگیرد که او را در بیابان سوخته دید داشت زایمان میکرد. من منتظر ماندم تا نوزاد به دنیا بیاید، بعد جان مادر را گرفتم. تصویر آن بیابان را تصور کن، گرم، بی‌درخت، آب کم. زن در حال درد، نوزاد به دنیا آمد. مادر نبود تا او را در آغوش بگیرد. اسرائیل با حال آن نوزاد بی سرپناه دلش سوخت و گریه کرد. اما ترس اسرائیل چی بود؟ او ادامه داد ترسم زمان بود مأمور شدم جان مفتی را بگیرم که از اتاقش نور می آمد. هرچی نزدیکتر شدم نور بیشتر شد. چهرهش می درخشید. من از آن درخشش وحشت کردم. اسرائیل گفت وقت جان آن عالم را گرفتم ترس درونش ریشه دواند. آن نور، آن چهره درخشان فراتر از 1 عمر معمولی را نشان میداد. او از عظمت آن روشنایی بیتاب شد و خداوند پرسید میدانی آن عالم کی است؟ اسرائیل گفت نمیدانم. خداوند گفت آن همان نوزاد است که جان مادرش را گرفتی. من مسئولیت حمایتش را عهده‌دار بودم. هرگز گمان نکن با وجود من موجود در جهان بی سرپناه خواهد بود. آن که رنج را فهمید راز زندگی را یافت.